میگن روز قیامت که دفترها عرضه میشه صفحات اعمال من و تو به خداوند، خداوند هر صفحه که ورق میزند نگاه میکند، نگاه به گناهان نمی کند که تو هر صفحه چقدر گناهه. خداوند فقط دنبال توبه ها و استغفارها تو صفحات میگرده. خصوصا اگر پایین هر صفحه توبه و استغفار جانانه باشه. 365 روز از خدا عمر گرفتیم. به نظر من و شما یعنی بعد از این 365 روز نباید بنشینیم بگیم استغفرالله. این 365 روز چطوری سپری شد؟ دعای حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه براتون بگم.